شهردار دوشنبه رستم موملی روز جمعه 14 یونی سال 2024 با امضای قرار رقم 390 جهت تشکیل جایهای موقتی ذبح چروا در عرفه عید قربان امر داد. بر اساس این قرار در سراسر پایتخت از جمله در جماعت‌هایی که تازه سال 2021 از حساب نویه رودکی به قلمرو پایتخت تاجیکستان امرو کرده شدند، در مجموع 36 نقطه موقتی ذبح چروای قربانی تشکیل کرده شدند. بر اساس ضمیمه این قرار از جمله در نویه اسماعیل سامونی 6 نقطه موقتی ذبح چروای قربانی، در نویه فردوسی 7 نقطه، در نویه شومنصور 8 نقطه ذبح چروای قربانی تشکیل کرده شدند. از همه بیشتر 15 نقطه ذبح چروا در حدود نویه سینا تشکیل شده است و این طبیعی است، زیرا بعد بیعت این نویه همراه کردن چندین دیه و جماعت نویه رودکی، نویه سینا به کلانترین نویه شهر دوشنبه تبدیل یافت. طبق مقررات ذبح چروا در پایتخت تاجیکستان باید در جایهای مخصوص برای این مقرر شده انجام داده شود و قرار شهردار به مسئولان از جمله به مقامات بخطری عضوخواری و نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی امر شده است که جهت پیشگیری ذبح چروا در جایهای مقرر نشده چاره‌های عملی اندیشند. یکی از عنعنه‌های مهم رایج عید قربان این قربانی کردن چرواست. مسلمانانی که قدرت و تواناییش را دارند بعد نماز عید یگان نوع چروا، بز، گوسفند، گاو، اشتر را ذبح کرده گوشتش را به شکل خام به نیازمندان و همین طور بین خویش و تبار، یار و دوستان و همسایگان تقسیم کند و یا خوراک پخته به مردم خیر کنند. طبق قرار ریاست شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، عید سعید قربان یکی از دو عید مهم مسلمانان در جمهوری، چون در اکثر دیگر کشورهای مسلمانی دنیا روز یکشنبه 16 یون تجلیل کرده شده، نمازی در مسجدها ساعت 6 صبح تعیین کرده شده است. بسیاری ها نگران بودند که مقامات علاقه در همین عید قربان مانع عیدگردک کودکان خواهند شد، ولی شورای علما در قرارش تنها به این تاکید کرده است که کودکان را در جریان عیدگردک به نظارت نگذارند. قرار معلوم ماه مای پلات پایانی پارلمان طرح نو جنجال برانگیز قانون تنظیم را قبول کرد که یک بندش از جمله عیدگردک کودکان را منع می‌کند، ولی کمیته دین اخیراً توضیح داد که این قانون هنوز به اجرا ندرآمده است. قرار است روز 19 ایون مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان این طرح جنجالی را بررسی کند.